سلام. همه چی از اون شبی شروع شد که خیلی دلم گرفته بود و تصمیم گرفتم برم لاوان. اینجا میلان نمیدونست بین این همه چی کار کنه و منم نمیدونستم وسیله چی جمع کنم و جمع کردم. این عکسی که گرفتم ببینید، داشتم میرفتم فرودگاه. ساعت 7 صبح یا 8 صبح بود که رسیدم و بعد راه افتادم به سمت پارسیان. حالا بماند توی مسیر این آقای مغزمون رو خورد و در نهایت شد تاجر گوجه. اینجا من با یه خانمی آشنا شدم و به گروه خودمونیا پیوستم و ادامه داستان رو ببینین. هلو خدیجه و تا لاوان من با گروه خودمونیا بودم که ادامه ماجرا در اتوبوس. تا جایی که قرار شد سوار قایق شیم یه فساد گسترده کردیم. اینجا منتظر قایقامون بودیم که بیان و بریم جزیره زیبای لاوان. توی مسیرم حسابی این راننده های قایق برامون حرکات نمایشی کردن، تکاف کشیدن. ما هم خودمون و شادیمون رو به رخ قایق کناریا میکشیدیم، اونا بیشتر جوگیر میشدن و اینجوری بود که داشتیم تقریبا غرق میشدیم و خدا رو شکر زودتر به جزیره رسیدیم، چون این کله عجیبه اونا داشت واقعا به جای خیلی خطرناک ختم میشد و موردایی بود که ما کف قایق افتاده بودیم. خب رسیدیم لاوان. به محض رسیدن یه ذره عکاسی مدلینگ کردیم و بعد بچه‌ها رفت و این آخرین عکس من با خودمونیا بود. وقتی پیادم کردن یه گروه داشتن نهار میخوردن تو ساحل که من کم کم رفتم سمتشون و بعدش ختم به این شد. بله، من داشتم باهاشون غذا میخوردم و بعد ازشون خواستم اگر ممکنه من برای امنیت کنار اونا کمپ کنم و اونا موافقت کردن. اسم این گروه جمعه صبح بود که فوق‌العاده بچهای باحالی بودن و از گرگان اومده بودن و اینکه یه دیزاین خیلی خوشگلم کرده بودن که بعد از اون من رفتم چادرمو برپا کردم و بعد از اینکه چادرمو برپا کردم که تقریبا یه ذره سخت بود چون یکم باد میومد، رفتم و ادامهش رو ببینین. لباس خلبانیمو پوشیدم و رفتم واسه عکاسی. بعدش یه دونه میز عصرونه خیلی جالب برام درست کردم. بعدش من از لیدر گروه عکس گرفتم و لیدر گروه از یکی از بچه‌ها خواست که این شیرینی‌ها رو با ناز و کرشمه بیاره. البته ما قبلش داشتیم اونجا پوکر بازی می‌کردیم و هفته کثیف فکر می‌کنم. خب شیرینی‌ها رو آورد و لیدر یه توضیحات مفیدی اونایی که اینجوری تره و ما یه رقص نامرتب کردی کردیم. آفتاب داشت غروب میکرد که یه اینجور منظره‌ای شد و من اومدم بودو گوشیمو برداشتم و شروع کردم واسهتون از این منظره فوق‌العاده فیلم گرفتم. بعدش هوا تاریک شد و ماه اومد و به نو کردن ماه بربام شدم و لیدر از من یه سری عکس گرفت. بعد منو ول کرد و من همونجا گیر کردم و نمیتونستم برگردم پایین که خیلی عجیب غریب بود. بعد که اومدم پایین چیکار کردم؟ دوره همیش کردیم و توی اینجور شرایطی رفتیم که زیر بارونا گم بشیم با یه اینجور موزیک فوق‌العاده و یه اینجور منظره زیبایی. و بخش جذاب اینجا شروع شد. بعدش یه نگمون دریایی اومد و ادامه شده بود. و بچه‌ها در حد توانشون رقصیدن و بعدش رفتیم خوابیدیم که فردا بریم به سمت شیدو. من در حال عکس گرفتن از زاویه فکم که خیلی دوستش دارم. رسیدم اونجا یه نفر بهم گفت یه فیلم هنری ازت بگیرم که فیلم هنری شبیه بازرسای بازدید کننده کشتیرانی و اینا شد. بعد چند تا عکس گرفتیم و این عکسای عجیب غریب که حالا باحالم بودن. بعد برگشتیم پارسیان برای نهار. من اینجا لب آب نشسته بودم و داشتم به کارهای بدم فکر میکردم و ادامه داستان رو توی پارت بعدی بهتون میگم. دوستتون دارم.